سلام. خب بچه‌ها ما اومدیم که پادکست بگیریم، بعد نمیدونیم که صدامون فقط باشه یا اینکه این شکلی مثلا باشیم خودمونم. بر همین میخوایم که لطف کنین شما نظر بدین که فقط وایس بگیریم یا که بیام اینجوری جلو دوربین. حالا شروع میکنیم با نام یاد خدا. به نام خدا. اپیزود اول میخوایم تو این اپیزود بیایم باهاتون در مورد کارآموزیامون حرف بزنیم. حالا نمیدونم که مثلا شما چند نفرتون اون ویدیو چگونه کارآموزی بگیریم من دیدین، ولی همون ویدیو گفتی چگونه کارآموزی پذیرش بگیریم و من جودم که خیلی کیمیا سرمون خیلی فشاری شد. بابا بگم اون موقع که من رفته بودم آلمان، کیمیا رفته بود هند، یعنی ما با هم گرفتیم کارآموزی رو و من تنهایی در موردش ویدیو ساختم. چیزی که قرارمون این نبود، این 50-50 بود، ولی خب آشغاله. ولی واسه بشناسیمش. ولی آره الان اومدیم که در مورد تجربیاتمون در اون کارآموزی ها صحبت کنیم. کارآموزی بگیریم. همونجا باش خاطر بگم به خدا. بیارن صحبت کن با دوستان عزیزمون. خب از کجا شروع میکنیم؟ از بهترین تجربت بگو اونجا، بعد میریم بدترین تجربت. اونجا من خیلی چیز مثبتی که اونجا واسم داشت این بود که میتونستم سفر برم، هی برم اینجا اونجا، همه چی نزدیک بود به هم دیگه. بعد یه قطار میرفتم یا میرفتم برلین، بعد یکی دیگه میگرفتم یا میرفتم هلند. بعد آره این که میشد هی سفر بریم خیلی واسه من جالب بود و اینکه پول کافی هم چون بهم میدادن دیگه مشکل نداشتم که مثلا بخوام خیلی مثلا اذیت شم و اینا، قشنگ واسه خودم میرفتم سفر. بهترین تجربه من بهترین تجربه منم سفر خیلی رفتم، ولی مثل آجی سفر به کشورهای دیگه نداشتم، سفر درون کشوری داشتم. ولی واسه من فکر کنم مزیتش به نسبت مثلا کارآموزی تو این بود که من خیلی اینترن‌های دیگه بودن، یعنی خیلی آدم بودیم، 6-7 نفر بودیم که هممون اونجا بودیم. آره من آجی زیاد داشتم اونجا و خب بگو چیزتم کجا بود شهرت؟ من سمت شما. من هند بودم، جنوب هند، اون سمت چنای و کویمباتور اونا. بعد من خیلی جنوب هند رو گشتم، یعنی مثلا دهلی اینا نتونستم برم، یعنی میشد برم ولی خیلی دور بود دیگه نمیارزید. آره بعد پول بلیط هواپیما میدادم، بعد دیگه پول کم میآوردم واسه اون شرایط نمیشد. ولی من کلی سفر رفتم و با کلی آدم‌های جدید سفر رفتم و خیلی خوش گذشت موقع. من نمی‌فهمم کدوم شهر بودم. من ینا بود اسم شهرم، خیلی شهر کوچیک و مموچی و انقدر بود واقعا. این سر تا اون سرش مثلا یه ساعت. حالا متصور کوچه یه ساعت بود. بعد بدترین بخش چیزتو بگو حالا کارآموزیت. من بدترین جیغ میزدی سر من 2 بخش بد تو سفرم داشتم. یک بگو بابا ببینه ویدیو رو چی؟ خب بگو نداره اسمش هست میفهمه. خب به هر حال یکی از بدترین بخشای سفر من بوده و خب یعنی تقصیر اونم نبود که این شکلی میشد. خب اون هم تحت فشار تنش بود، اولین بار بود از خانواده جدا میشد و اینا، خب یکم حق داشت ولی نه اینقدر. خب بگو. من هم اتاقی خیلی بدی داشتم، یعنی مثلا از اینایی که خیلی وسواسی هستن. بعد شما رفتی هند، ببین هندی نمیتونی اصلا نمیتونی خیلی تمیز باشی. خب نمیخوام بگم کثیفه، نمیتونی خیلی تمیز باشی، حالا تو فکر کن وسواسی باشی و تو هند باشی. و خب خیلی بد بود، یعنی ما انقدر به داستان خوردیم که من تهش رفتم اتاقم عوض کردم، هم با یه آلمانی اتاق گرفتم. خب از اون بعد زندگی روی خوشش رو به من نشون داد. ولی خب بگو که خوابگاهتونم چجوری بود؟ چون مال من تکی بود. واسه آجی خوابگاهش تکی بود، یعنی خوابگاهش تکی بود، ولی خوابگاه‌های ما یه حالت مثلا یک طبقه رو داده بودن به ما که اینترن‌ها بودیم و هر اتاقش 2 نفره بود و دوتا میرفتیم تو اتاق‌های مختلف، ولی با رعایت سنت اسلام. آره اونجا اسلامی بودن تو هند بچه‌ها. مسیحی بودن. نه مثلا آره ولی مثلا دخترها با هم میرفتن، ولی اگر هم دختر و پسر با هم میرفتیم چیزی نمیگفتن. ولی خب ولی بگو خداشون که مثلا اگه با هم میفهمیدن با هم. عزیز داریم همه قاطی پاتی میگیم. نداره بگیم میگه. خب نه بذار ترتیب میگیم. به چیز عجیب میشه. اون عجیب ترین چیزی که تو هند دیدی. خب باش. آره. بعد بعد دوتا بودیم دیگه. من اول با یه ایرانی هم اتاق بودم که خب نمیشد و رفتم اتاقم عوض کردم با هندی. اما این بدترین قسمت مهاجرت با آلمانیه. رفتم با آلمانی. گفتی هندی. بدترین قسمت اینترنشیپ من نبود.
بدترین قسمتش روز اولی بود که من رفتم دانشگاه، داشتم ریجیسترم میکردم و یارو گفتش که تو چرا ویزات اعتبار نداره؟ چی بودم چی؟ گفت ویزا 2 هفته دیگه اعتبار داره و من مثلا قبل 2 ماه اونجا باشم. چی بودم که یعنی چی اعتبار نداره؟ و خلاصه که تهش خیلی داستان. سفارت هند در ایران به من اشتباه تاریخ ویزا داده بود و من توی هند یه تایم 1 هفته کلا ویزا نداشتم تا درخواست ویزای مجدد. خیلی پنیک بود واسه یه آدمی که واسه اولین بار رفته یه کشور دیگه تنهایی و ویزا نداره. خیلی پنیک بود. همونجوری داشت واسه خودش تو هند دور میچرخید چل میزد بدون ویزا. ببین یعنی یه پوینتی که ویزام تموم شد این شکلی بودم که من حتی نمیتونم دیگه برگردم. من اینجا آره اون واقعا بدترینش اون بود. اون خانومیه نبود. این بود بدترینش. من بدترینش این بود که این که من مثلا اونجا تنها بودم خوب نبود واقعا. شهرش خیلی کوچیک بود و من خب به تهران عادت داشتم. بعد دیگه من کلافه میشدم واقعا تو شهر کوچیک که مثلا خلوتم بود. بعد شهرش هم مثلا دانشجویی بود. تو تابستون زیاد آدم مثلا نبود اونجا. و این موضوعش بد بود ولی یه بخش اسپسیفیکش که خیلی بد بود واسه همین بود که من اینقدرم خب چمدونم خیلی بزرگ بود. یه دونه چمدون خیلی بزرگ داشتم، یه دونه کوله داشتم، یه دونه کیف از این کیف کوچولوها داشتم. بعد اینا رو من بعد تنهایی با خودم میبردم اتاقم، اون خونه‌ای که داشتیم و میبردم اونجا. بعد کسی هم که اومده بود دنبال من از طرف اونه خودش انقدر بود یعنی اونم نمیتونست کمکم کنه خیلی و من باید مثلا سوار اتوبوس شدیم رسیدیم به اون ایستگاهی که نزدیکش بود. بعد صدام جیغ شده نزدیکش بود. بعد باید مثلا 15 دقیقه نه 12 دقیقه ولی خب مثلا با اون همه وسیله میشد 15 دقیقه رو میشد دیگه. باید سربالایی من این همه وسیله رو میبردم ساعت 2 ظهر. جذبی این خود بیری خیلی وحشتناک. ساعت 2 ظهر وسط آفتاب و اصلا خیلی بد بود. یعنی من که رسیدم اونجا میخواستم همونو بیفتم بمیرم. و حالا به اونجا که رسیدم تموم نشد ماجرا. 3 طبقه رو بدون آسانسور من باید با پله شکلی میکشم نداشت. خیلی بد بود واقعا وحشتناک بود. سوال بعدی. خب کار نه پول چه شکلی بهتون؟ داستان پول چگونه؟ بگو تو بگو. ما داستان پولمون این شکلی بود که حالا من عکسش هم یاد باشه بدم بذاری. به ما چک میدادن. چک واقعی یه چک بود نوشته بود که اینقدر مبلغ. بعد چقدر مبلغ؟ خب بگو. یادم نیست. یادم فکر کنم 10,000 تا روپیه. کافی بوده. آره کافی بود. یعنی کافی بود که اگر که نمیخواستی بری سوغاتی بخری. یعنی واسه یک شما فرض کن اومدی تهران و شما توی تهران فکر کنم با 7 میلیون بتونی خونه بگیری اجاره کنی. زنده میمونی ولی نمیتونی بری مثلا هر روز دربند واسه خودت مثلا 6 لیک بخوری ولی زنده میمونی. آره. بعد چک میدادن و با اون چکا با برمی رفتیم بانک. بعد تو بانک چکو تحویل میدادیم پول میدادن. خیلی نوستالژی بود. آره اینجوری بود. نه برای ما آخر هر پول چیزو که کم میکردن. پول اون جایی که تو گست هاوس بود اونجا که من بودم واسه من گست هاوس. بعد آره پول اونجا رو کم میکردن. بعد ادامه پولو میرفتیم همون دفتر آیسته که توی دانشگاه بود اونجا بهمون نقدی پول میدادن. ما میرفتیم بانک. مدلی بود. آره آیسته بهمون چک میداد میرفتیم بانک. نه ولی پول چیزو کم میکرد خودش قبلش. آره نصف پولمون رو فکر کنم خوابگاه بود. آره نصفش خوابگاه بود. بعد دیگه پولش هم آره برای منم پولش کافی بود گفتم. ولی مشکلی که داشتیم من خب چون خواستم من خیلی سوغاتی اون بحث چنج کردن دلار واسه من خیلی سخت شد چون نزدیکم دلار چنج کنی نبود. دلار چنج کنی صرافی نبود و خب من هی مجبور میشدم پول بدم به این بچهای آیسته. بنده خداها هی میبردن واسه من روپیه میکردن میآوردن. بعد من چون ایرانی هستم دلم نمیومد مثلا یهو 500 دلار نه اون که دلم هم نمیومد یهو 500 دلار چنج کنم روپیه‌اش کنم. هر 100 دلار 8,000 تا روپیه میشد. ده هی 100 دلار دیوونه‌شو کرد. چی دیگه چه خوب همه رو یه جا بدم. آره خیلی واقعا جالب. نه من این مشکل نداشتم. من پول واسه سوغاتی هم کافی بود. یعنی سوغاتی اونقدر من چرا زیاد آوردم؟ چرا خیلی سوغاتی آوردم؟ ولی کافی بود. آره. سوال بعد
کالچر شاکتون چی بود؟ کالچر شاک. بگو من دیگه. بگم اول. کالچر من چیزی آخرا تو ذهنم نمیاد. من کالچر شاکی که خوردم اولین و مهمترین چیزی که هست، حالا واسه من خیلی کالچر شاک نبود، واسه اروپایی ها خیلی بود، اون همین که هندیا خیلی بوق میزنن. واقعا خیلی بوق میزنن، یعنی مثلا تو تهران کسی بوق نمیزنه. یه دوره‌ای بودش خیلی بوق میزدن تو تهران، همون یعنی همون هر روزشون بود. و مثلا تو داشتی کنار خیابون راه میرفتی، بعد ماشین مثلا 1 کیلومتر باید فاصله داشت، دستشم تاش رو بوق بوق بوق، بعد تو چه بودی که چته. خیلی بد بود. مثلا شهرت کوچیک بود. من دارم کلا میگم دیگه، تا شهر بود. و خیابون رد شدن تو هند واقعا ترسناک بود. یعنی ما یه پسره بودش چکی بود، ما نمیتونستیم خیابون رد شیم، یهو اومد وسط خیابون، ببین کی پیام داده. آجی اچھا یه بنده خود پاک میکنه اینا رو. الان بگویدم چی میگه. یه بنده خدایی هست، من به نظرم آینده آجیم با اون بنده خداست. آجی بشین. ولی آجی گردنش نمیگیره. نه تنها این جمله این منه که بقیه عزیزان که در سایر ویدیوها اگر میخواید میتونی الان عکس ویدیوها تو اینجا دورم بذاری اون بالا مشاهده کنید. همه معتقدیم که جزمین در آینده نچندان دور احتمالاً میره با این یارو، ولی خب آره نه بچه دروغ میگه. آره خیلی کالچر شاکی که خیلی بود. خیابون شما نمیتونستی رد چی، اومد واسه خیابون دستشو این شکلی کرد، یهو همه ماشینا وایسادن. چی بودم که آره خیلی چیز بود. بعد اینو که خیابونی که گفتی من الان کالچر شاک یادم. بچه‌ها چرا قرمز که میشه وای میسن آدما. یعنی باورتون نمیشه. تو اینجوری نیست. چرا قرمز واسه چیزا نه، واسه ماشینا نه، واسه آدما دیدیم که یه چراغی داره که آدم‌ها از تو خطا بری پیاده میخوان رد بشن. ما اینجا دیگه نداریم از اونا، من دیگه ندیدم. ولی اونجا علاوه بر اینکه دارن توی همه خیابوناشون از این چراغا دارن که وقتی میخوای رد شی سبز میشه، وقتی قرمز میشه آره دیگه نمیتونم رد شم. ولی تو هند اصلا این شکلی نیست و آره وقتی قرمز ببخشید واسه رد شدن خیابون باید جون تو کف دستت و رد شی. خیلی جالب. من یه بار حواسم نمیخورد، اوایلش بود اصلا عادت نداشتم که اصلا چرا قرمز داره واسه عابر پیاده. بعد قرمز شدم به همین شکلی رد شدم، ماشینی هم نبوده، هیچی نبود، ولی آدما خیلی بد نگاه میکردن، اینجوری بودن که بی شخصیت خاک تو سرش. من کجا اومده کله سیاه. آره واقعا ناراحت کننده. سوال بعدی غذا. میشه اون خاطر چیزی تو بگی؟ غذا مفتی رفتی گم زدی؟ غذا مفتی کدوم؟ آیسته غذا بهتون میدادیش. آخ آره ما یه دونه با آیسته رفتیم دیگه. بعد این بچه های اونجا مثلا یه دونه هماهنگ کرده بودن که یه رستورانی بریم که غذای آلمانی بده که دیگه مثلا پولش بیفته به عهده آیسته، چون مثلا چیز فرهنگی مهمونی مثلا آره. بعد من اینا گفته بودن تیوزدیه، من فکرم ثرزدی. آره اینا چیه؟ ثرزدی. بچه آیلتس که اگه خواستین بدین یه دونه ویدیو هم واسه اون میگیرم. رسمش نمی‌گرفتم. در آیلتس هم حرف بزنیم. چگونه آیلتس دهیم؟ ایشالله بعدی. آره بس تو بگید چون ملت میخوان آیلتس بدن. میگیریم. این ویدیو اگه لایک های خوبی بود آره میگیریم اونم. آره بعد چیزه آره بعد من فکر کردم ثرزدی، خلاص اینا گفتن سه‌شنبه، من فکر کردم پنجشنبه است. بعد من رفته بودم واسه خودم خونه و حالا همیشه بعد اینکه کارم تمام میشه من یه ذره چچل میزدم اون اطراف، یه ذره دور میچرخیدم، حالا خرید میکردم، سوپرمارکت میرفتم، بعد میرفتم خونه. اون روز ولی تصمیم گرفته بودم که یه راست برم خونه. همش نشسته بودم تو خونه، دیدم بقیه دارن میگن که یهو تو گروه دارن میگن که کجاست، مثلا اینجاست، و یکی عکس میفرسته و یهو دیدم که شت مثلا امشبه. بعد دیگه تا من بخوام برسم و اینا یه حدود نیم ساعتی دیر شد، خیلی دیر شد و بقیه سفارش داده بودن. بعد من نمیدونستم چی باید بگیرم، هم شکلی مثلا دیدم یه جا نوشته پنیر و فکر کردم مثلا زود آماده میشه. بعد اینو گرفتم خیلی بد بود، یعنی همه چیش خام بود. بعد مثلا سوسیساش یه حالت خاصی داشت، سوسیس واقعی نبود. یه چیزایی بود که مثلا سوسیسشو باید میمالیدی رو نون، سوسیسش مثل کره پهن میشد و صبونه بود، یعنی شام نبود. و اون موقعی که میخواستم اینو سفارش بدم یارو بهم گفت مطمئن اینو میخوام و من البته این داستان داره آجی داره اشاره نمیکنه. آجی نمیدونست که این آیسته قراره حساب کنه. چرا؟ میدونستم. یه مثلا غذا سفارش دادی؟ نه همینجوری رندوم همینجوری گفتم که
بعد هیچی دیگه، اینا همه نشسته بودن غذای خوشمزه میخورن، من همچین نگاهشو میکردم، اصلا تعارف هم که نمیکردن اصلا یه دونه قاشق به من ندادن غذاش تست کنم، همچین واسه داشتن عشق میکردن. من اونجا شنیدم که واقعا غذاشون نمیدادن تست کنی؟ نه آخه اینایی که با من بودن همه با هم غذا می‌خوردیم. واقعا یعنی مثلا من اینو میگرفتم، اونو میگرفت، اونو، بعد مثلا این 5 نفر بودیم تقسیم بر 5 می‌کردیم، هممون همه رو بخوریم. نه ما این اتفاق واسمون آجیای خوبی داشتم جدی بود. آره نه واقعا آجیای خوبی داشتم. نه غذاهای ما بحث راجع به غذا. آره آجی نه غذاهای ما خیلی تند بود. خیلی تند بود. بعد یه جایی به بعد دیگه شما عادت می‌کردی که تنده دیگه. بعد غذاهامون گوشت گاو و گوسفند و اینا، یعنی گوسفند که از من ندیدم اونجا. گوشت گاو هم نداشت. گوشت مرغ بود ولی بیشتر از اون غذاهای گیاهی بود. غذاهای گیاهی خیلی خوشمزه ولی. من داشتم همش یکی از اونایی که اونجا بود، آلمانیایی که اونجا بود، گیاهخوار بود. من داشتم همش فکر می‌کردم که مثلا یه روز بیاد ایران چی می‌خوایم بهش بدیم بخوره. واقعا غذای گیاهی نداره. یعنی اولویه توش یا کالباس داره یا مرغ داره. کوکو سبزی مثلا میتونه بخوره. کوسبزی میخوره. خورشت ها رو هم میتونم بخورم ولی عصاره گوشت توشه. نه نمیشه خورشت. نمیخورن؟ قرمه سبزی بدون گوشت. آره خواسته که به این فکر کنید که اگر خارجی ها بیان ایران چی؟ خارجی چیزم بگو. اونجا آجی عاشق تاکو شد. یهو اونجا من شروع کرد. من تاکو میخوام. و حالا قبلا اصلا تاکو هیچ ما نمیدونستیم. یهو من گفتم بچه‌ها بریم تاکو. بچه‌ها تاکو. پیش بسوی تاکو. یاد گرفتی چیز جدید یاد گرفتی. ولی خب تاکو خوشمزه است. اصلا آجی چون چیز تند نمیخوره خیلی تاکو مورد علاقش نیست ولی تاکو خوشمزه. غیر تند. من اصلا نمیتونم چیز تند بخورم. واقعا خوشحالم که غذاها تند بود و یه استیتی من انقدر غذای تند خوردم که دچار مشکلات گوارشی شدم. آره رفتم دکتر و فلان و اینا. بعد استادم بهم برنج داد. گفت برو برنج با ماست بخر بخور. آره من اونجا یکی از خاطرات جالبی که دارم که استادم بهم برنج داد. جالب بود اصلا جوری که دست درد نکنه آخ چه برنج پلو. آره من غذاهام عادی بود، یعنی خودم بعد درست میکردم، یعنی که مثلا میرفتم مکدونالد و این چیزا که همیشه هست همه جا. تو بگم خیلی غذا درست کردی خودت؟ من خیلی سالاد درست کردم. من اصلا غذا درست نکردم. هر روز داشتم. من اصلا غذا هیچ وقت درست نمیکنم، یعنی اینجا که هستیم من اصلا هیچ وقت تو زندگیم غذا درست نکردم اونجوری و بعدم میاد از غذا درست کردن، اصلا خوش نمیاد اونجا ولی آره دیگه. نه خب این داستان چی بود؟ تو تنها بودی و خب مثلا صرفه اقتصادی تیم بود که غذا رو خود درست کنی، حالا مثلا بیشتر به سفر. آره من اونجا چون در جمع بودم نمیتونستم بگم نه شما بریم رستوران ما میرم و خب یعنی ما همش داشتیم بیرون غذا میخوردیم، خیلی دفعات کمی، مثلا اون تایمی که من مریض شدم صرفا. ولی چقدر من به خودم پاستا ماستا بردم. آره نودل اینا هم بردم. نودل بردم، از این پاستاهای نیمه آماده بردم. کنسرو تن ماهی نبردم. من بردم. من 4 تا بردم. من کنسرو مرغ بردم. همه رو خوردم. خیلی خوش گذشت. اونم خوشم. اونم شبایی که وای اولین باری که داشتم ویدیو مسیج گرفته بودم واسه کیمیا دیدم که این خیلی داره سر و صدا میکنه تن ماهی. گذاشته بودمش تو آب جوش. دیدم که این طبیعیه داره این کارو میکنه. من گازش هم چیزی نبود، فندکی نبود. اینا بود که اصلا اسما رو بلد نیستیم. آره برقی فندکی نبود. بعد آره این شکلی بودم که این چرا اینجوری میکنه، این طبیعیه. که یادش میاد. من اونجا در جریان گاز برقی آشنا شدم با اینکه یک سری از قابلمه ها روی اون گازه کار نمیکرد. یه کلمه رسانه میشد کانداکتیو. آره فکر کنم. آره مثلا این کانداکتیو نیست و من شدم نه کانداکتیو چیه بذار بپزه. آره اونجا خیلی عجیب بود. ما یه تایمی هم نتونستیم غذا خودمون درست کنیم بود که ما مثلا این توی واحدمون آشپزخونه نداشتیم، ما یه آشپزخونه ته راهرومون بود و خب همین با هم بودیم و خب مثلا داشتیم اوایل غذا درست می‌کردیم هممون با هم. مثلا من یه روز پاستایی که برده بودم پشماشون ریخته میشه هیچ کار داری می‌کنی. ولی یه تایمی قابلمه‌ای که کانداکتیو بود نبود، گم شد و خب ما یه تایمی اصلا نمیتونستیم غذا درست کنیم. ای چقدر خارجی‌ها به تو درست کردن صبحانه اهمیت میدن. آره من اتفاقا اونجا که رفته بودم همش صبحونه می‌خوردم. آره اینجا اصلا صبحونه نمی‌خورم. میشد 8 صبح. آره سلام من صبحونه‌مو درست کردم نشستم منتظرم. آره باید این پنیرا میگرفتم میذاشتم تو توست. با خودم ساندویچ میکر برده بودم. بزرگترین سودی که من توی این کار کردم این بود که من با خودم ساندویچ میکر بردم. تصور کنید ساندویچ میکر با خوش از ایران بردم مثلا گوشه تو چمدون بریم ببریم اینو. بعد
آره با خودم ساندویچ میکر برده بودم و خیلی عالی بود. بهترین چیز بود دیگه، پرسودترین چیز بود واسه من. نون توست میگرفتم، چیز میذاشتم توش میخورم. نوتلا آخرش یاد گرفتم نوتلا رو بذارم تو نون توست، بعد بذارمش تو ساندویچ میکر که آب شه. من هنوز خوشمزه ترین شکلاتی که تو زندگیم خوردم تو هند خوردم. عکس گذاشتم تو توییتر. آره. خیلی خوشمزه. اسمش هم نمیدونم چیه الان که بگم. خیلی خوشمزه. خب جالب بود. من اونجا واقعا صبحونه‌های جالبی می‌خوردم. من هم آدم حسش میگیره که صبحونه بخوره اونجا. نه یه داستان پرتقال می‌خوردم. نه یه داستان داشت. من دانشگاه هم به خوابگاه هم خیلی نزدیک بود. مثلا 5 دقیقه پیاده بود. تو هم فکر کنم نه. من بعد اتوبوس سوار می‌شدم. خب ببخشید ما یه کات دادیم. در مورد صبحانه. من خودم شخصا خوابگاهم خیلی نزدیک دانشگاه بود و دانشگاه ما 9 صبح باز می‌شد. و خب من نمیتونم اینجا با 6 صبح را بیفتیم بریم دانشگاه 7 را میرفتیم میریم. خب اصلا نمیشه صبحانه. یعنی مثلا من این شکلی هم که داشتم اتفاقا پیروز بود جزمی میگفتم مثلا من لقمه تو دهنمو دارم کفشمو میبندم میام پایین بدویم بریم. ولی اونجا مثلا سر صبح نون توست میکردیم، خامه میمالیدیم، کره میمالیدیم، میشدم که نمیدونم چرا این مدلی بود اونجا. نه اصلا اونجا زندگیم ریتم داشت. آفرین. صبحونه‌مو میخوردم، میرفتم دانشگاه، حالا کار میکردم، بعد تایم نهار بود، بعد از تایم نهار من دیگه کار نمی‌کردم، زبان می‌خوندم چون می‌خواستم آیلتس بدم. من هیچی دیگه من کلا چچل اینجوری بودم که من بذارین اینم بگم که چرا من زبان دیگه نخوندم. من اینجا ماک دادم بعد رفتم، من ماک اینجا ما خیلی خوب شدم 8 شد. بعد آره 8 شدم، بعد دیگه کلا پرونده آیلتس من بستم دیگه، هیچی نخوندم، رفتم اونجا شدم 7. آره داشتی میگفتیم که زندگی ریتم داشت. بعد از اینکه آیلتس هم می‌خوندم میمدم خوابگاه، مثلا یه حد لباس عوض کردن و اینا. حالا یه روزایی مثلا میرفتیم یه معبدی اونجا بود میرفتیم اونجا، یه روزایی میرفتیم باشگاه، یه روزایی میرفتیم چچل می‌زدیم دوچرخه سواری و بعد مثلا میدونی قشنگ مشخص بود برنامه زن. الان اینجا یه روز 10 پا میشم، یه روز اصلا پا نمیشم، یه روز بهم میگم بریم دانشگاه. اصلا خیلی آره اینجا هم که چون دانشگاه دلیل اصلی که صبح کله صبح ما میریم دانشگاه اینه که جا پاک نیست. 7 صبح میگه فردا 7 میام. من شکلی هم که بلاک شب بخیر 7 صبح بریم دانشگاه چیکار کنیم آخه من نمیام. آره کله صبح مجبورم برم، بعد مثلا باید چای دم کنم، بعد صبحونه جالب نمیدونم مثلا حال ندارم برم هیچ وقت من اینجا خرید اونجا، ولی هر روز میرفتم سوپرمارکت واسه خودم دور میچرخیدم. سوپرمارکتتون هم جالب بود خیلی. ما سوپرمارکتامون جالب نبود. اینجا دکه دکون دیدین چه شکلیه اونجا سوپرمارکتی که حالا ما چون داخل شهر نبودیم، ما دانشگاه مثلا چه میدونم 20 دقیقه شهر بود، کم خارج شهر بود و مثلا سوپرمارکت‌های لاکچری و اینا نداشت، در دکون بود. و اولش که من رسیدم اونجا حسینا ویدیو مسیج می‌فرستادن گریه می‌کردم که من اینجا هیچی پیدا نمی‌کنم. بعد به مرور زمان دیدم که نه همه چیز هست، فقط چون حالت دکون داره باید بری بگردی اون لاما پیدا کنی. خیلی عجیب بود. وای نه اونجا سوپرمارکتاش از این بزرگا بود دیگه، مثل هایپر مارکت. بعد قشنگ یه دونه چرخ برمی داشتیم رفتیم دور میچرخیدیم، چیزایی ادایی انبه میخریدم، آووکادو میخریدم. من موز بنفش خوردم بیچاره. من نخوردم از این چیزا. خیلی خوشمزه بود. موز کوچولو. آفرین. من پنیر میخریدم، نمیدونم خیلی چیز ادایی من اونجا میخریدم، همش از این استارباکس های آماده فراپاچینو همش میخوردم. خیلی خوشمزه. اونجا تو بهت نگفتن که واسه ما مثلا غذای ایرانی درست کن؟ نه. چرا یه بار یه اتفاقا گفتن به ما هم گفتن که یه دونه برنامه گذاشتن، گفتن که هر کی بیاد غذای چیزشو درست کنه، غذای کشورشو درست کنه. بعد من موقع مریض بودم یا فکر کنم پیش دایم بودم، هلند بودم نکردم خلاصه من این کارو، ولی کیمیا کرد. ما خیلی فکر کردیم که چی درست کنیم. شما بودین چی درست می‌کردیم؟ کردی ولی یه چیزی درست کرده بودی. نه اون که املت درست کردم، همیشه دور هم دیگه داشتیم می‌خوردیم با اون پاستاها. و ما خیلی فکر کردیم چی درست کنیم. گفتیم که مثلا سالاد شیرازی دغدغه درست کنیم. گفتیم آبقوره از کجا بیاریم؟ آره. بعد گفتیم که خب مثلا دیگه تهش رسیده بودیم به اینکه زرشک پلو درست کنیم که سخته. من اصلا بلد نیستم. نه آخه ببین اونجا مشکل این بود که اینا خیلی گیاهخوار بودن و مرغ ما پیدا کردیم تهش که مثلا بعد ما مثلا چون طول تایمی که اونجا بودیم هم نمیخریدیم که درست کنیم، بلد نبودیم که از کجا بریم مثلا مرغ بخریم. آره. پیدا کردیم ولی اینجوری بودیم که بیاین ایران بخوریم. ولش کن مهم نیست. و اینا بقیه بچه‌هایی که اونجا بودن من یادم درست کردم. مثلا برزیلی یکی بود اونجا درست کرد، یه چیزی ژاپنی بود، ولی خب من نبودم اون داستان دیگه. کل ما چی خوردیم؟ ما یه
یکی از بچه‌هامون مصری بود، یه معجون مصری درست کرد، عجیبی بود. جالب نه ولی خب اونجا اینجوریه که وای چه جالب. ارتباط با سوپروایزر. من ارتباط مستقیم با یعنی من با استادم ارتباط مستقیم داشتم. سوپروایزر دانشجو دکترا و ارشد بالا سرم نبود مثل اینجا که یعنی من کلا بدبختم. همه جا خودم. بگم که اصلا چه جوری بود دیگه. ما تو آزمایشگاه بعد میرفتیم کار کنیم و خب اونجا یکی بالا سرمون باشه. بعد حالا سوپروایزر یا حالا هر کی می‌خوایم الان در مورد حرف بزنیم که با کی اونجا اصلا در ارتباط بودیم و چه جوری بود. من دانشجوهای استادم رفته بودم تعطیلات تابستانی و هنوز برنگشته بودن موایل و من در ارتباط با استادم بودم. بعد مثلا یه خانومیه که اونجا مسئول آزمایشگاه بود اومد دستگاه‌ها رو مثلا بهم یاد داد که چه شکلی کار کنم اونو، چون دستگاه‌هاشون مثلا اسپکتروفوتومتر بود ولی اون برندی که ما کار کرده بودیم نبود و خب مثلا به منطقی این بود که بهمون بگن که دستگاه‌های چند حالا اسپکتروفوتومتر $1,000,000 نیست ولی خب حالا به هر حال چند هزار دلاری رو خراب نکنیم. بعد دیگه همین دیگه بعد مثلا سامپل می آوردن. بعد یه پوینتی هندیا دستکش ندارن تو آزمایشگاهشون. بدون دستکش تو آزمایشگاه. آره گفته بودی. این بیلک نارنجی چی بود پیپت؟ پوار. من فارغ شدم. پوار نداشتن. این چیزو میذارن با دهم میکشن بالا. من چه بودم که چیکار داری میکنی؟ رفتم واسه من دستکش خریدم ولی پوار مثلا تو سطح کشور پوار وجود نداشت. دیگه من خلاص یاد گرفتم با دهن شکلی باید بکشم. یعنی حرفه‌ایم. بلدم به همه چی مسلط. هر جا بره کارو در میاره دیگه. آره من خواسته در ارتباط مستقیم با استادم بودم. مثلا مقاله واسم میفرستاد که مثلا با توجه به اینجا یعنی خیلی چیز بود. اینجا ما مقاله رو خودمون باید بخونیم، بفهمیم، کار کنیم. اونجا چه بود که با توجه به اینجای مقاله تو این کارو کن، بعد داده‌هاتو بفرست، بعد همینجوری دیگه. خیلی خوب بود. کلا ارتباطت خوب بود با سوپروایزر. آره خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. بعد آره ما آزمایشگاه خیلی مجهز، تمیز، خیلی یه عالمه بسته دستکش اونجا بود. تا تمام شدم سریع میگفتن جدید بگیرین و اصلا خیلی مشهور بود. بعد یه چیزی که خیلی فرق داشت، حالا شاید اینو خیلی آدمای زیادی متوجه نشن، فرقش که برای من خیلی جدی بود، این بود که ما اینجا میخوایم مثلا آب مقطر بگیریم، یه سری پیست هست، بعد اول آب مقطر بریزیم تو پیست و بعد از اون پیست ها مثلا بریزیم تو بشر یا هرچی. اونجا خداشون همینجوری این فشار میدادن آب مقطر همینجوری ریخته زیاد داشتن دیگه. اینجا ما آب مقطر نداریم، یعنی فراوونی بود. آب مقطر ساده کلا نه اونجا مواد و اینا خیلی بوده. یعنی مثلا برفرض ما اگر که توی هر آزمایشگاهمون چه میدونم اگر ما برفرض یک دستگاه NMR در بین کل دانشگاه‌های کشور تهران هست تو دانشگاه ما، حالا نمیدونم شاید هم بیشتر ولی خیلی کمه دستگاه NMR، مثلا اونجا تو همون دانشگاهشون که حالا مثلا دانشگاه خیلی رنگ و تاپ هند هم نبود یه دستگاه NMR داشتن. آره یعنی وسیله خیلی بود. اینجا یه دستگاهی بود، حالا مثلا دستگاهی که نیست، دستگاهی که خیلی مثلا کم، اینا ما نمونه هامونو اینجا که می‌خواستیم بگیریم بعد می‌فرستادیم. یادمه ما فرستادیم خودمون استرالیا واسمون گرفتن چیزاشو، تستاشو. بعد اونجا مثلا ما کار انجام دادیم و اینا، بعد از این نمونه ها می‌گرفتیم. من این نمونه ها رو برداشتم بردم میشه سوپروایزر، گفتم خب اینا رو کجا می‌فرستیم؟ من یکی رو می‌شناسم آشنا. خب الان اینا رو کجا بفرستیم که این نتیجهش میاد؟ جود که بفرستیم چی بفرستیم؟ اینا تو اتاق بغلی هست. میریم الان میگیریم دیگه. یعنی چی بفرستیم؟ نه آره خیلی عجیب بود. آره و سوپروایزرم خیلی معمولی بود. من سوپروایزرم مال آذربایجان بود، کشور آذربایجان. بعد ترکی بلد بود، منم ترکی بلدم. بعد اونجا قشنگ ترکی با هم ترکیه رو با هم حرف می‌زدیم و آدما نمی‌فهمیدن چی میگیم بقیه و من پشت سرشون مثلا گاسیپ می‌کردیم واسه خودمون. کلا گاسیپ بود. هر جا میرم گاسیپ. مهم اینه که گاسیپ می‌کنم. مهم نیست با کی، مهم نیست کجا. ولی خیانت. نه عجیب، تو همه گاسیپای اصلی رو با آقا یه چقدر خوشگله. باریکلا همسایه‌تونه. این هم سوپروایزر. آره خلاصه که خیلی جالب بود. چیز چطور بود؟ اینکه مثلا چه شکلی هومسیک نشدی؟ رفتیم اونجا مثلا چه شکلی هندل کردی داستان؟ من ببین با اینکه میدونستم قراره 2 ماه دیگه برگردم نهایتاً خیلی هومسیک شدم، خیلی زیاد. این نشد، این سگ نه. تو دلیل داشتی که ما گفتن دلیلش اینجا نه، ولی واقعا من میدونستم آخه اینجوری بودن که خب 2 ماه دیگه برمیگردم دیگه. دروغ به خدا دروغ میگه. این یه دلیل دیگه داشت که نمیشه دلیلشو بگه. ولی نه واقعا حالا تو واقعا میگم نه من خیلی هومسیک شدم
و یعنی نه کاملا من هفته اول واقعا حالم بد بود. بعد از هفته اول با اونا آشنا شدم، دوست شدم و فلان اینا اوکی شدم. یهو دیدم که میا ویدیو مسیج داده گریه. من چرا اومدم اینجا اصلا؟ من اینجا چیکار دارم؟ آره خیلی هومسیک شدم. باورم نمیشد. نه چرا؟ چون اینجا توی من کلا مثلا همینجام که هستم اینجوری نیستم که همین شکلی، یه سری هستم همین شکلی با همه میتونم راحت دوست شم. من نمیتونم. من یه کامیونیتی خودم رو دارم. با آدم‌های دیگه هم آشنا میشم ولی با دوستای خودم دوستم. بعد اونجا که رفتم یهو هیچ کس رو نداشتم و خب خیلی سخت بود ولی درست میشه. اوکی شد سری. آره منم نمیدونم، من واقعا شکلی بودم که خب 2 ماه دیگه حالا و هر روز مثلا حرف میزدم با خونه با دوستام، ویدیو مسیج اینا خیلی همش داشتیم حرف میزدیم. بعد یعنی اینطوری نبودم، اینجوری بودم که از این تایم که اینجا هستم استفاده کنم و مفید برگردم. منم برای اول این روند رو ادامه دادم که دیگه هستی دیگه ادامه بده تا برگردی. بعد خب آره بعد شرایط تایم میخوره خب سخت‌تر بود کلا. آره خب من رفتم هند. خیلی سخته. من رفتم هند بعد هم سفر بعد تو هوا تمیزه. نه من واقعا دلیل اصلی که هومسیک شدم چون من بعد از هفته اول اتاقمو عوض کردم. ما دعوا کرد با من. بگم سر چی دعوا کرد؟ ما خب معبدها که میرفتیم باید بدون کفش و جوراب میرفتیم تو معبدها. بعد ما هفته اولی که اونجا بودیم بارونی بود هوا و خب خیلی بارون میومد و یعنی کفشمون که در می آوردیم میرفتیم مثلا پامون گلی میشد عملاً. بعد که حالا میومدیم خونه که پامون بشوریم. و این دوست من که نام بردم که نام نبردم در واقع تعریف کردم یکم وسواسی بود که گفتم. وقتی برمیگشت مثلا از بیرون می‌خواست برفرض بره از سرویس بهداشتی استفاده کنه، دستشویی رفتنش نیم ساعت طول می‌کشید. واقعا نیم ساعت طول می‌کشید. واقعا من واسه اینا ویدیو گرفتم. قشنگ زمان گرفتم که مثلا 33 دقیقه. نه خب من شکلی بودم که تو نیم ساعت می‌خوای طول بدی بری دستشویی. ببین چون میرفت اول دستکش دستش می‌کرد. تو هند که دستکش نبود ما گشتیم واسه این دستکش بگه. دستکش دستش میگه. شیر آبو باز میگه. شیر آب. بعد ما همه اون خوابگاه رو قبل اول شستیم. یعنی تمیز بود باز ما شستیم بعد این هی ادامه. حالا من اشاره می‌کنم که خب رسیدیم خونه، من سریع رفتم تو دستشویی پامو شستم اومدم بیرون. به خدا 5 دقیقه هم نشد. از در دستشویی اومدم بیرون. تو به من اهمیت نمیدی. جدا من به تو اهمیت تو کی هستی که من خب اهمیتم یه هفته است دارم میبینم. اول من باید میرفتم دستشویی. هی بهش گفتم بابا تو می‌خواستی بری دستشویی نیم ساعت میشه. پای من گلی بود. من باید میرفتم پامو میشستم. مثلا نمیتونستم مثلا تو نیم ساعت بعد من باید میشستم لبه تختم تو بیای بیرون. خیلی باشه و همین شده که کیمیا الانم که مثلا ما شاید احتمال داشته باشه با هم مهاجرت کنیم بعد اینجوریم که خب یه خونه بخوایم بگیریم و اینا اینجوریه که باید 2 دستشویی من دستشویی خودم یه دستشویی از چی لجم میگرفت از اینکه اینقدر ادعای تمیزیش میشد. بعد دستشویی که میرفت ما اونجا شیر دستشویی داشتیم دستمالش رو نمینداخت تو سطل آشغال که دستش احیانا به سطل آشغال نخورد. دستمالش مینداخت زمین. من اینجوری بودم که تخت من تخت نزدیک در بود اون تختش اونورتر بود با کفش میومد تو. من شنیدم که تو اگر اینقدر تمیزی اینقدر وسواسی چه فقط واسه توئه. خب آقا منم آدمم اینجا چه دستمال میریزی کثیف اینا. آره ولی بعد از اینکه اتاقمو عوض کردم اون فشار روانی واقعا کم شد. من کاملا خوشحال بودم جایی که هوا تمیزه و چمن درخت سرم نمیکنم شلوارک میپوشم اصلا. آره حالا خوشحال بودم. بزرگترین بیچارگی که برات اونجا رخ داد یعنی نه اینکه مثلا ویزا نداشتی اون که خب دیگه دراما تو میخوای اون چیزا رو بگی که داشتی میمردی. این سوال با قصد و نیت مطرح کرد. من وقتی می‌خواستم برگردم ایران بلیطم رو من عوض کردم تایمشو. من یه فکر کنم 2 هفته بلیطم انداختم جلو کارم تمام شده بود. اینجا آیس می‌خواستم بدم کلاً می‌خواستم زودتر برگردم. بعد من سفر آخر رو که رفتم سفر آخرم پوندوچری بود یه شهر فرانسوی حال بود توی هند. فرانسوی حال آره فکر کنم پوندوچری بود. چرا پوندوچری نمیدونم من چون هیچ اسمی یادم نمیاد. حالا بعد از اونجا بعد میرفتم فرودگاه چنای از چنای میمدم. یعنی خلاصه که من سفر آخری که با بچه‌ها رفتم با چمدون من رفتم و خب واقعا بیچاره شدن چون چمدونای منو حمل می‌کردم با اتوبوس چمدون من دست یکیشون بعد منم که خرید کرده بودم. اصلا کیمیا نه اضافه بار خوردم. من 20 کیلو اضافه بار خوردم باور میشه چقدر گریه کردم. تو خدا ما تبریز می‌خواستیم بریم کیمیا چمدونش اصلا آره
آره هونا بنده خودش هم حمل کرد. خلاص واسه یه تبریز 3 روزه یه چمدون انقدی بشینیم به ویدیوی تبریز. خدا سگی نذاری اینجا ویدیو تبریز. ویدیو تبریز. حالا واسه یه چیز ببینیم چه چمدونی. حالا خلاص کل چمدون برداشتیم و رفتیم. اون شهری که ما رفتیم چه چمدون خریدیم اونجا انقدر وسیله اضافه نه اومدی؟ اون ترکیه بود. آره. ترکیه چمدون. شهری که رفتیم ساحلی بود و خب یعنی اقیانوس بود بغل ما. بعد اتفاق افتاد که بچه‌ها گفتن که بریم تو دریا. ما هم که خب آخرین سفر رو اونجوری که دیگه بریم عشق کنیم و بعدش مثلا چیز کنیم. پسرها اول رفتن توی آب و خب سطحش اینجوری بود که اینجا صاف بود مثلا، بعد یه حالت گودال داشت، بعد دوباره صاف بود مثل اینکه. رفتن و برگشتن و ما گفتن که اوکیه بریم. ما 5 تا پسر داشتیم، 4 تا دختر بودیم. و از این 5 تا پسر رو 2 تاشون دیگه نیومدن تو آب. رفتن اون مثلا توی ساحل استراحت کنن و اینا. ما 4 تا دخترها به جز اون هم اتاقیم که وسواسی بود بخاطر تو آب هم نمیومد و لب آب وایساده بود، یعنی ما 3 تا دخترها و بقیه پسرها گفتیم بریم توی آب. رفتیم توی آب. خب در خلاف جهت آب من شنا کردم واسه خودم مشتی اینجوری که بری کنار من حالا بدون چیزی شنا گیرم شده بود همین شکلی داشت. آره اینجوری که من بلدم. رفتم جلو و رفتم اون گوداله رو رد کردم و رسیدم به سطح صاف. همه چیز تا اینجا اوکی بود تا زمانی که یک موج زد. ببین موج زد، من دیدم که موج از بالای سر من رد شد و من رفتم زیر موج. من نمیدونم تا حالا تجربه کردم ولی اصلا بهش فکر میکنم حالم بد میشه. حس میکردم که دارم تو آب کشیده میشم عقب. بعد چشام باز شده بود تو آب. ترکیب آب و هوا رو دیدین وقتی قاطی میشه اونجوری، بعد کشیده میشدم عقب. هرچی این شکلی میکردم بیام بالا نمیومدم و همش آب بود و من نمیدونم واقعا چی شد که بالاخره من اومدم بالا. مثلا ما تو این فاصله بودیم هممون تو آب بغل هم. فاصلمون زیاد شده بود مثلا زیاد شده بود دیگه. آره نمیتونم نشون بدم فاصله از حجم دوربین بیشتر. این قراره پادکست باشه اصلا مثلا. حالا نباید ما چیز ویژوالشون بدیم. حالا فاصلمون زیاد شد و حالا به هر شکلی بود حالا اونا اومدن نزدیکتر، هممون دور هم دوباره جمع شدیم که مثلا و حالا تو همین حین هم هی موج میزد، یعنی یهو انگار مثلا اقیانوس وحشی شده. زرد. خلاصه که ما رسیدیم کنار هم دیگه و من انقدر که دست و پا زده بودم از ترسم کم آورده بودم و دیگه نمیتونستم ادامه بدم. هی به اینا گفتم تو رو خدا برگردیم و همه اینا رو فارسی میگفتم. ندیدی فکر کنی من اینجوریه که تو رو خدا برگردیم و جالب اینجا بود اونا میفهمیدن من دارم چی میگم. بعد یه موج زد. من این دختر آلمانیه بنده خدا قدش بلند بود ولی لاغر بود خیلی لاغر. دستم گوشم رو سر این رفت زیر آب. من نرفتم زیر آب، من موج رو رد کردم که آب نخورم. اومد بالا بعد چشاش سبز چشاش گرفت شد گفت برمیگردیم ولی تو نمیتونی بیای، تو وایسا اینجا با این پسر مصریه، من و فاطمه برمیگردیم بعد میگیم که پیتر بیاد. پیتر یه پسر خیلی قد بلند و از اینا که تو هر جا به چخ میری پیتر هست، مثلا مثل فراس واقعا. نه واقعا مثل فراس. تو اینجا هر وقت اتفاقی واسه پیش بیاد الو فراس دقیقاً این شکلی اونجا میشه که الو پیتر. این رفت ساحل و خب موج میزد. خود این هم واقعا به بدبختی رفت. واقعا به بدبختی رسید. بعد دیگه آره اومد آجی رو نجات داد و آقای ببین رسید به من شد که اول نفس عمیق بکش اروپایی بازی. بابا ولم کن منو برسون اونجا نفس عمیق نمیپری دست منو بگیری چون اینجا گود بود و ما باید اون گودیه رو رد میکردیم. بعد گفتم که باشه. دستشو گذاشت دستشو گذاشت پشت اینجای من و من برگشتم ایران. مثلا من فرداش برگشتم ایران و اینجای من تا 1 هفته کبود بود. اینقدر فشار داده و محکم گرفت. ولی تاش نبردم. ولی من واقعا دیگه میترسم که برم توی دریا واسه خودم همیشه. مرگو به چشماش دیده. خیلی بد بود. فکر اونجا که میمردم چی میشه؟ اگه میمردم چی میشه؟ هیچ چیز پیدا نمی‌کردم. خب حالا منم از این چیزا نداشتم. خدا رو شاید من ندارم میگم. به عنوان آخریش بیا به عنوان حسن ختام در مورد چی حرف بزنیم؟ اینکه واسه رزوممون چطور بود این داستان. من بگم مثلا اول من واقعا خوب بود واسه رزومم. من اصلا مقاله اینا ندادیم. اون جایی که من رفته بودم دانشگاه رنگ 200 بود و کلا آدم اونجا اینجوری نبودن که هر چی بشه یهو مقالهش کنیم. اونجا بودن که خیلی مثلا ما خفن باشه که مقاله بخوای بدی و اینا. استادشون مثلا مقاله میداد و اینا. خداشون زیاد نه. ولی
ولی کلا هم ریکام خیلی خوبی، توصیه نامه خیلی خوبی استاد اونجا واسه من نوشت و بی نهایت تا نوشت قشنگ. اینجوری بود که بیا عزیزم هر جا بخوای بزنی من به تو میدم. و اینکه خود سوپروایزر من که اونجا بودم بهم گفتش که هم استاد هم سوپروایزر بهم گفتن که سال دیگه اپلای کن همینجا واسه یه دستیاری هم اپلای کن که پول هم بگیری و نکرد. سرشم اینجوری که شهرتون کوچیکی من نمیام نکرد. ولی خب ولی آره اینجوری بود اگه جاش اگه مثلا برلین بود الان من برلین رو قطعا زده بودم. ولی خب واقعا شهرش کوچیک بود. شاید یکی دوست داشته باشه ولی خب من ترجیح میدم بزرگتر باشه. بعد آره هم این اتفاق واسم افتاد که بهم گفتن بیا و اینا، همین که من یه پروژه توری مثلا اونجا داشتم که خیلی کارهای زیادی هم کرده بودم خودم، مثلا تو آزمایشگاه دیگه تنها بودم از یه جا به بعد و کار رو بلد بودم، هم خودم یاد گرفتم که کار انجام بدم، هم یه چیزی داشتم واسه گفتن من این کارا رو بلد آره که مثلا دانشگاهی که واسهشون اپلای کردم خیلی روی این موضوع تاکید کردن که اینترنشیپ رفتی آلمان مثلا چیکار کردی اونجا، مثلا آفرین مثلا کلا رفتی اینترنشیپ خارج از کشور خیلی خوبه. بعد کلا من واقعا واسم خوب بود این داستان چون 8 ترمم هستم و پروژه اینجا من یه ذره نصفه بود، اینکه اونو داشتم خیلی کمکم کرد. آره تا بگو. خب من در مورد توصیه نامه اول بگم. جزمین توصیه نامه استادش دستی بهت نداد. داد؟ نه تو برگه بهت داد؟ نه می‌نوشت ایمیل بهش میدادم می‌نوشت. ما دو مدل توصیه نامه داریم. اکثر توصیه نامه ها اینه که ایمیل میزنم به استاده و استاده میفرسته واسش. اروپا یه سری توصیه نامه داره که این شکلی دستی آپلود می‌کنی. من توصیه نامه‌ای که استادم بهم داد یه توصیه نامه رو ورق نوشت، حالا مهر و امضا و اینجور چیزا، و من واسه توصیه نامه های اروپا مثلا 2 تا توصیه نامه اگه می‌خواست من همیشه یه دونم پنده بود. ولی اینکه توصیه نامه‌ای که ایمیل بزنه نکرد، یعنی نکرد که گفتش که ما اینجا مثلا پروژه‌مون 1 ماه و نیم 2 ماهه بوده، من خیلی نمیتونم چیزی بنویسم که حالا مهم نه. ولی داشتم ولی من اونجا مقاله دادم، یه مقاله که خودمون کار کردیم و هم نمیخوام یه مقاله واویی بوده، نه تو 1 ماه 2 ماه تو نمیتونی خیلی کار عجیبی کنی، ولی حالا به هر حال یه مقاله دادیم. مقاله دوم هم که یه مقاله ریویو بود، یه پارتی یکی 2 تا پاراگرافش که مربوط به شیمی بود رو مثلا ما با هم نوشتیم. بعد دیگه چی؟ دیگه اینکه رزومه من خب اینجا پروژه من 2 سال سر پروژه میرفتم. پروژه ایران من هیچ وقت مقاله نشد به خاطر اینکه الله نشد و فلان و اینا. ولی پروژه ایران هم من پروژه قوی تری از پروژه اینترنشیپ هم بود، ولی من خیلی از جاها راجبش صحبت کردم و بیشترین نمیخوام بگم که تاثیر علمی روی من گذاشت روی رزومه من، مقاله گذاشت فلان گذاشت، ولی بیشتر از تاثیر علمی روی من تاثیر دایورسیتی و تاثیر فرهنگیه. اون رو من تونستم توی اپلایهم استفاده کنم، چون خیلی وقتا دارین اپلیکیشن پر میکنین شکلی که نظر راجع به دایورسیتی چیه، چون تو چه دایورسیتی میتونی اضافه کنی، تو تا حالا با گروه‌های مختلف کار کردی و این سوال رو نه تنها توی اپلیکیشن ها میپرسن، تو مصاحبه هم اینترنشنال مثلا میگن تا حالا تجربهشو داشتی، تو مصاحبه ها هم خیلی میپرسن و من هی میگفتم آره من رفتم اونجا با فلانی از این کشور از اون کشور فلان اینا. واسه همین واسه منی که من جزمین فرقمون روی پروژه‌ای که من 9 ترمم جزمین 8 ترم است، واسه منی که اینجا پروژه وقت بیشتری کار کردم بیشتر فاز دایورسیتی و فاز معنوی داره فرهنگی، ولی هم فال بود هم تماشا هم کلا من واقعا پیشنهاد میکنم. منم واقعا میکنم با اینکه مثلا این حالا اروپا بوده، من حتی آسیا هم بودم، من باز هم پیشنهاد میکنم. یعنی امسال ویتنام بود، نه به هم گفتم بزنید ویتنام و تانزانیا، نه تانزانیا حالا چیزه، من نظرم اینه که باید رفت به خاطر اینکه پول میدن. آره و زندگیتون میچرخه. اصلا فکر کنید سفر اصلا دیگه کم تهش اینه که سفره و تهش اینه که تو یکم انگلیسی حرف میزنی. آره. حتی خام که ترکی حرف من واقعا تو کل آلمان من انگلیسی که حرف میزدم اگه بلد نبودن ترکی رو بلد بودن. خیلی جالب. واسه من حداقلش این بود که من کلی انگلیسی حرف زدم، کلی اصطلاحات جدید. من نمیدونستم شیر آب میشه تپ. واقعا اونجا یاد گرفتم. آره جالب. گفتش که مثلا تپ نه فلان آب میده. من شنیدم که تپ چی؟ میشه که تپ دیگه بعد نکنه تپ آره بابا آب میده. نه چرا؟ تن کلمه‌ای که اونجا یاد گرفتم. خلاصه اگه پیش اومد حتما برید. ایده خوبه. خوش هم فعال هم تماشا. بعد دیگه بس کنیم اینو. ما بریم آماده شیم بریم دیگه دانشگاه.
به خدا فراز میره الان من نمیبره. خوشم ساعت چنده؟ آره آها بعد واسین بگین که واسه اپیزود بعدی ترجیح میدین راجع به چی مثلا حرف بزنیم. حالا ما خودمون یه چند تا موضوع داریم ولی میخوایم ببینیم که چی رو بیشتر شما هم دوست دارین و اینا، که اصلا یا ادامه بدیم پادکست رو یا که همینجا بس کافیه. میتونیم به این چند تا قسمت عکس اضافه کنیم، بخشایی که داریم میگیم تیم عکس اضافه کنیم پایینش. عکس چی؟ مثلا چه میدونم همونجا که داشتیم غرق شدیم. آها آره یه ویدیو من هست بعد از غرق شدنم. خیلی جالب. آره خلاصه که ببینیم چیکار کنیم دیگه. این حس کاملا جدید، همینجوری داریم یلخی میریم جلخی. آره به ما که خوش گذشت. بله مراقب خودتون باشید. بوس خدافظ.